این خانه در کوهستان جماعت سرخسار ناحیه بلجوان ساخته شده است. تا حال خانه‌های این منطقه به شبکه برق پیوست نشده اند. اما ساکنان هیچگاه مشکلی بی‌برقی را احساس نمی‌کنند. روی بام هر خانه می‌توان پنل‌های آفتابی را مشاهده کرد. این پنل‌ها برای تامین کردن خانه‌ها با نیروی برق استفاده می‌شوند. اینا شاو هم روشنی بالاست میکنه. چه چی نیست تاریکی بگونه. ولی میگم تاریکی اونجا گواه کوس. حجت خونه اونجا همش باید بگذارم. ولی مستر می‌رسیم و چیزا شده. اینجا باید لگن اینجا میگم بگیرم. یا تاجر برسه خوش کنم. در حال حاضر مقامات محلی به کشیدن خط برق در منطقه های بی‌برق سرخسار مشغولند. خانواده ها میگویند که با پیوستن به برق دولتی نیروی آن را به طور کم مصرف استفاده خواهند برد. نه بعد سویچ ها ممکنه که ما اکونوم کنم میشود. مثلا او را سویچ چی میکنیم اینا کلوشت کردن و تو جوی در کلوشه. سرخسار یک منطقه کوهستانی در ناحیه بلجوان است. سفربگ رحمانزاده ساکن محلی 8 سال قبل پنل های آفتابی نصب کرده بود. پس از کارنشین شدن آنها او پنل نوی آفتابی را نصب کرد و برق میگیرد. اگر همه همین سیستمش 100% باشه تلویزیون هم میبره استفاده مثلا با 220 کشا پلتا مثلا چی میزنی دوخکشه که انا تیفال این چیزا رو میزنی استفاده کنه میشه. سرخسار که دارای دهه‌های خرد با 10 تا 15 خانه است تا حال از نیروی برق دولتی محروم بود. اما نصب پنل‌های آفتابی ساکنان را با برق تامین کرده است. حالا با پیوست شدن با برق دولتی ساکنان نقشه دارند نیروی سبز را نیز حفظ کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی از سرخسار.